غیر المغضوب علیهم ولد. مگه مسلمان نیستی؟ چرا فکر من بلد نیستم؟ فکرم چون کشور خارجی رفتیم مدرک گرفتیم. من ایران خوندم. گوشوار پوشیدین. گوشوار مگه حرامه؟ خدا ما رو بر اساس گوشواری تو گوشمون داره هست مجازات میکنه یا بر اساس آدمی که هستیم؟ حق الله رو من با خدا کار دارم، حق الناس با شما. وقتی من به تو بدی نمیکنم، گناه نمیکنم، دیگه به تو هیچ ربطی نداره من چیزی نگم. تو عمومی من دارم میگم کلی. من میدونم خدای خودم وظیفه دارم به عنوان یک شهروند قوانین جامعه‌مو رعایت بکنم و به آدم‌ها بدی نکنم. اونی که با خدا داره تو بهتر میدونی، تو خلوت کار خوب میکنه. امام علی زمانی که داشت حکومت ری رو به مالک میداد، گفت ببین مالک، هر کی که امروز دیدی گناه کرده، فردا صبح اونجا نگاش نکن. میدونی چرا؟ شب توبه کرده تو نمیدونی. میبینی ما چوی فکر میکنیم. ظاهر من بر اساس کراوات خودم، گوشواره خودم، تتوی من، بعد با خانمایی که به قول حالا عامیانه بی حجاب هستن راحت تر باشم، ولی به همون اندازه که بر تو احترام قائلم برای همون احترام قائلم. هیچ فرقی برام نمیکنه. مادر منم چادریه، اما که چادر که معصومیت و معصومیت نمیاره که. پیغمبر میگفتن با این چوبای خود یه اسمی خاصی داره، دندون شمیز ثواب داره. مسواک نمیشه بگی یارو بفهم مسواک بزن. اولین چیزی که ما باید یاد بگیریم اینی که به آدم‌ها بر اساس انسان بودن احترام بذاریم. انسان بودن همون با خدا بودنه. به کسی بدی نکن، دروغ نگو، به دیگران کمک کن، نمیدونم به فلان یتیم با مزاحم کسی نشو. همین رو دقت کنی، همون انسان بودن همون کاری که خدا داره میگه. دیگه خدا به چه زبانی میگه؟ آقای آدم باش.